در شمال و غرب پاکستان طوفان بخشی از کوچه‌های شهر پشاور را زیر آب قرار داده بناها را ویران کرد. در پشاور و مناطق گرد و اطرافش خطهای برق نیز از کار مانده‌اند. بر اثر طوفان شب یکشنبه به دوشنبه کمش 45 نفر کشته و 200 کسی دیگر جراحت برداشتند. منصبداران میگویند طوفان به میدانهای کشت، چاروا و باغ‌ها هم اصابت کرده است. در شهر بیشکک نیروهای روسیه همراه با سربازان قرغیز در تمرین پرد نظامی بخشیده به 70مین سالگرد پیروزی بر ناتسیسم آلمان اشتراک نمودند. این اولین بار از زمان صاحب استقلالی قرغیزستان است که در پرد نظامی روز غلبه سربازان روسیه اشتراک خواهند کرد. در پایتخت افغانستان شهر کابل فعالان نمایشنامه کشتار فرخنده را به صحنه گذاشتند. در آخر ماه مارس گروه این خانم افغان را تا مردن لطوکوب کرده بود. فعالان تقاضا دارند که مسئولان حمله فوراً مجازات شوند. در ارتباط با کشتار فرخنده 40 نفر بازداشت شدند ولی تا حال روی کسی رسما عیب اعلان نشده است. حمله‌وران فرخنده را با آتش زدن نسخه قرآن متهم کرده بودند ولی تحقیقات ثابت کرده است که این اتهام اساس واقعی نداشت. روز دوشنبه در الماتای قزاقستان پلیس تاجران را به فروشگاه‌هایشان که یک روز پیش بر اثر سوختار زیان دیده بودند راه نداد. سوختار شب یکشنبه و دوشنبه بخشی از مرکز تجارتی را تخریب نمود. تاجران طلب داشتند که به آنها امکان برآوردن مال و کالای باقی مانده در فروشگاه‌ها داده شود ولی پلیس به این موافقت نکرد. سبب سوختار اعلان نشده است ولی گفته می شود که سوختار به 25,000 متر مکعب مرکز تجارتی اصابت کرده است.